درود و سلام. امروز به یاد سوپ‌های کنار جاده افغانستان زیبای ما یک سوپ افغانی مزه‌دار آماده بسازیم. یک قاشق روغن علاوه میکنیم و گوشت سینه مرغ تا 5 دقیقه روی حرارت متوسط تفت میدیم تا بوی خامی گوشت گرفته شود. 5 گیلاس آب علاوه میکنیم، یک قاشق مرچ سیاه، یک قاشق زردچوبه و یک عدد چکن کیوب که ذائقه‌اش عالی میسازد. 10 دقیقه میگذاریم بجوشه. سبزیجات زردک و کچالو را به شکل نگینی خرد ساخته به مواد علاوه میکنیم. گوشت به این شکل خرد میسازیم و دوباره به مواد علاوه میکنیم. یک عدد تخم مرغ هم میزنیم و به موادمان آهسته آهسته علاوه میکنیم. خوب میکس میکنیم تا تخم مرغ در آب سخت شود. یک قاشق سوپخوری نشاسته ذرت در آب حل میسازیم و به مواد سوپمان علاوه میکنیم و سویا ساس که به انتخاب خودتان است. ذائقه سوپ بسیار عالی میسازه و این را هم به سوپ ما علاوه میکنیم و در اخیر گشنیز تازه را خرد ساخته به مواد سوپمان علاوه میکنیم و ما این گونه با تخم جوشانده و سویا ساس دکور کردیم. امتحان کنین، مزهش خیلی عالی میشه، پشیمان